پدرم دست تویی داشت، ما مستاجر بودیم. گاهی وقتا نان پیدا نمیشد که بخوریم. با کفش‌های پاره و لباس‌های پاره به سوی اسفراین شهرستان می‌رفتم. در خیابان متحری ساندویچی بود. می‌رفتم پشت ویترین نگاه می‌کردم که مشتری‌ها چگونه ساندویچ می‌خورند. دهنم آب می‌داد و حیف دهنمو فشار می‌دادم. فکر می‌کردم همبرگرها را می‌خورم. بعد که می‌آمدم و آن زمان پوسته‌های هندوانه بیرون حیاط می‌گذاشتم، نگاه می‌کردم. می‌گفتم می‌شود یک هندوانه باشد بخورم. بوی برنج طارم همسایه می‌آمد. می‌گفتم می‌شود یک ظرف برنج برای ما بیاورم. بوی برنج طارم همسایه می‌گفتم می‌شود یک ظرف برنج برای ما بیاورم.